برای بچه همخوابگی پیش از توی که دختر это нормально. برای دختر چی؟ Нет, это не нормально. بچه صورتای بیمانش روی کدگی هسته؟ تو چی روی کدگی؟ نه. یگان با؟ نه. سوز فکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنیدید اینها چی میگویند؟ حالا من دوام نوار را به سببهای اخلاقی قطع کردم و الا حیران می شدید. این یکی از صدها نوار بلاگرهای فاسق تاجیک است که برادران و خواهران ما را به بی‌حیایی میکشانند. ای وای که از یک سو ریب سرایان و سرایندگان و از سوی دیگر حجونگاران و بلاگرهای تاجیک امت محمدی را به بی‌حیایی کشانده ایستاده اند. پناه به خداوند. متاسفانه جوانان امروز که دعوای مسلمانی می کنند این گونه فاسقان را دستگیری می کنند. واقعا بلاگرهای وجود دارند که کار و بارشان ترغیبات زنا و فحشا است، چی مردان و چی زنانشان. نمیخواهم کسی از آنها را نام ببرم. شما خوب آنها را می شناسید. به این فاسقان نظر کنید که چی میگویند. این سوال و جواب هایی که این بلاگرهای فاسق می کنند سراسر همه ترغیبات زنا و فحشا می باشد. ای جوان مردان مسلمان، مگر پیش از زنگیری با دختر همخوابگی کردن نرمال نه هست؟ این سخن چی معنی دارد؟ مگر این ترغیبات زنا نیست؟ نورسانی که چنین سخنان را می شنوند چی فکر می کنند؟ زنا یکی از گناهان هلاک‌آور است که جامعه را به تباهی و بربادی می کشاند و عاقبت آن خیلی خطرناک است. خطابی من به چنین بلاگران فاسق است، چی مردان و چی زنانشان. به هر یک ریبسرا و سراینده و به هر یک حجونگار است. از الله مقتدر بترسید و بیش از این در بین امت محمدی بی‌حیایی را پهن نکنید. به خاطر 2 تنگ پول یوتیوب آخرت خود را برباد ندهید. من شما را به عذاب دردناک از جانب الله مقتدر می ترسانم که دیر یا زود شما را دامنگیر می شود. ببینید کسانی که فقط دوست داشتند که بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود، الله متعال آنها را به عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرد. پس شما که خود بی‌حیایی را در بین امت پهن کرده ایستاده اید، نمی ترسید که عذاب خداوند شما را دامنگیر شود؟ به آیت 19 سوره نور یک نظر اندازید. خوب فکر کنید و پیش از نزول عذاب خداوندی توبه کرده به سوی الله بازگردید، ورنه انتظار عذاب الله باشید که دیر یا زود شما را دامنگیر می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.